سلام بچه ها، چطور مطورید؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ آقا من گفتم که ویدیو فناف 3 اگر 10 تا بازدید بخوره من میام فناف 2 و 10. این هنسری منو دیوونه کرده. خلاصه که با 10 تا بازدیدم بیشتر خورد و امروز اومدیم ویدیوشو بگیریم با هم دیگه. ولی بچه ها این بار مود شده دارم، فکر نکنید که مود شده ندارم. خب بزن بریم شروع کنیم. بازم روی روزنامه مشاهده میکنید. خب شب اول اینا مود شده دارم، میفهمید؟ اما تا هم برو ببینم. خب اینا همین دار که میبینید همونو هم که خب این پاپته، ما باید اینو شارژ کنیم حتما که همه تون هم اگر فناف 2 پلیه، یعنی فناف 2 رو یعنی بازی کرده باشید. باید 1 شد. این بار در رو نمیتونیم ببندیم و باید ماسک بذاریم. فناف 3 باید میخندیدی، صدای بالانبای ایجاد میکردی. جمع میبینید منگله فاکس لیو خیلی باید هوا بی ناموس نیفتی. خب بچه ها اوکی بچه ها هنوز هیچکی تکون نخورده. اوه این شروع کرد. بانی هنوز تکون نخورده. اولین نفر بانی تکون میخوره. فکرم منگل فکرم شب 5 اینا تکون بخوره، چون اینجوری ها نیست. اوکی خب بذار همسری بزنم. بچه بانی تکون خورد اینجا. این پاپتم برعکس شارژم میخواد خیلی فشار کنم. اوه چیکارم تکون خورد. بانی ناشش فردی هنوز تکون نخورده. اوه صدا اومد. چیکا اومد جلو. ماسکو بزن. خب اوکی چیکا رفت. اینو شارژ کن. اومد تو ونتا. بانی اومد تو ونتا. بانی فردی هم تکون خورد. فردی تو ونتانی؟ نه تو ونتا. فردی. خب آقا بانی سلام آقا بانی. خب فاکسی از شب اول تکون نمیخوره، شب دوم اینا تکون میخوره. تا چه کن یا خدا فردیو. خب شب اول رو به خوبی و خوشی رد کردیم. شب دوم رو بریم. شب دوم فاکسی تکون میخوره، باید نور بزنیم. خب اینا ببر. اوه این از شب ساعت 12 شروع کرد دیگه. منگل باید خیلی حواسمون باشه. نه فاکسی باش. فاکسی چون باید نور بندازه، ماسک نباید بزنی. تو وضعیت گاه ماسک نباید بزنی. نه بانی تکون خورد. بانی نه فاکسی انگاری تکون نمیخوره.
بالون بایم تکون خورد. بالون بای کجا؟ تکون نخوردن. خب بانی اومد عقب. این کیه اینجا؟ بالون بایه؟ فردی. اوه چیکا. آقا شارژش میکنم تا فاکسی اومد جلو اینا نمیزنم. اوه چیکا اومد. ماسکو بزن. فاکسی اومد. وای تو این وضعیت باید فاکسی بیاد. فاکسی کش. فاکسی رفت. خب فاکسی رفت. بالون بای برو جون ننت. بالون بای. وای فاکسی اومد تو دهنم. خب بچه ها دست چیکا جمع پسکر خوردیم. من یه لحظه فکرم الان فاکسی میاد تو دهنم. حواسم اصلا به بالون بای نبود. بالون بای بیاد تو دهنه دیگه نمیره دیگه. و خب همین. خب بچه ها ممنون که این ویدیو رو دیدید. بعد قسمت بعد قرار بریم فناف 4 و برای من صلوات بفرستید. فناف 4 خیلی سخته، اینقدر ترسناکه که نگو. بچه ها ممنون که این ویدیو رو دیدید و تا یه ویدیو دیگر فعلا بدرود.